سلام و درود دوستان، سینا هستم ملقب به زدیکس وایتی و خیلی 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 خوش اومدیم به یه ویدیوی جدید و خیلی 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 خوش اومدیم به چنل خودتون. بچه ها امروز اومدیم کلن توضیحات راجع به سیزن جدید رو بدیم، یعنی که این ویدیو اول بتل پس رو قرارداری کنیم، بریم ببینیم بتل پس چجوری آیتماشو یه چک بندازیم که ببینیم ارزش خرید کردن داره یا نه، بعد بریم سراغ گان جدید که اومده، یعنی گان لگ 53 و بقیه چیزایی که اومده و توضیحات کامل در موردش بدیم. اول از همه بگم که بتل پسش مثل بتل پس قدیمی که نیست. حالا ارزش خرید رو من نمیگم داره، ولی خب بد نیست بزنیمش، حداقل خوب سی پی رو که برمیگردونه از این بابت که خوبه، ولی خب از نظر من پول خرج کنی زیاد ارزش نداره این بتل پس. اینم اسکینشه که اسکینای بونی داره بیشتر انگار. اینم گان CX9 شه، گان بدی نیست خداییش، اما خود گان CX9 بدبختی ضعیفه و گانای آوردن تو بتل پس که ضعیفه متاسفانه. ولی خب حالا بریم آیتمای بعدیش هم چک کنیم. اینجا سی پی میده، اینجا یه اسکین دیگه داره که اسکینش اسکین بدی نیست، اسکین تقریبا گنگی هست، ولی خب تو بتل زیاد به درد نمیخوره، شاید برای مولتی پلیرها. برای بقیه‌اش هم بچرخیم. پروفایلش هم که هرچی میزنیم دانلود نمیشه انگار. بله پروفایل عکس معلوم نیست چیه، فکرم اژدهاییه. بعدش هم یه اسکین زنه که بله پروفایلم نیومد. این نگاهی بندازیم ببینم. اینم بد نیست، ولی خب از پشت دیگه معلومه، چون ما دیگه برای بتل پلیرها دیگه جلوش که مسخره است، ولی خب پشت اینم دنسشه. چند تا نیت رو میگه داشت من شانس دارم نمیمیرم. بودو ببینم دنس بدی نیست دیگه، گردونه که نیست مثلا دنس خوبی بیارن دیگه، اکثرا دنس سطح متوسط میارن دیگه معمولا. اینم گانشه که گانه کلا ضعیفه، اصلا هیچکی فکر نکنم گانو استفاده کنه اصلا، مخصوصا تو بتل، شاید تو مولتی. حالا اینا فکر کنم بتل بس کلا مخصوص مولتی پلیرها. اینم اسکین نزن، این به نظرم با ارزش ترین اسکینش این بود، حالا خدایی و با ارزش ترین گانش هم این بود اینجوری که من دیدم، چون دو تا اسکین قبلیش فقط چیز اضافه روش گذاشته بودن، چون عینک و ماسک و مال قدیم بود که بقیه حال میکنن. الان مردم فقط با اسکینای لاغر و چه میدونم باریک حال میکنن برای موونت و این چه. اینا بتل پسا قدیمی هن که اوکی. خب حالا بریم سراغ اصل مطلب، یعنی آلکادراز. انگار داشت اون اکتیویژن نشسته قشنگ رو گیم فکر کرده و یه خورده پلیراشو درک کرده. و اینکه اولین چیزی که تغییر داده تو ریوایوا اینه که تو آلکادراز زودتر به جایی که میخوای بری میرسی و زودتر در واقع چترتو باز میکنی. دومی چیز اینه که داشمون دیگه میخواد انگار پلیراشو کبوت کنه، خیلی رو جگ 12 اومده فکر کرده و انگار کل وقتشو گذاشته رو جگ 12 که اومده قویش کرده. دیگه هرکی جگ 12 برداره دیگه باید بگیم الفاتحه، یعنی اینجوری بگیم خیلی واقعا قوی شده دیگه. فکر کنم اگه اشتباه نکنم به خاطر اسکین متیکشه که میخواست بیاد که اولین اسکین متیک شاد کنم. و دومین چیزی که تو ریوایوا اتفاق میفته، شاید اینو دیگه فکر نکنم زیاد بهش توجه کرده باشین، شاید هم توجه کرده باشین نمیدونم، اینه که ما وقتی اولش ریوایو میشدیم 40 تا تیر داشتیم، اما وقتی ریوایو میشیم اکتیویژن اومده یه خورده ارفاقمون کرده و به جای 40 تا دیگه 200 تا تیر داده، که اگه ریوایو شدیم به جای شلوغ مثلا خواستیم بریم سر دراب به جای سری تیرمون تمام نشه تا گرفتیم رو یارو دیگه بی تیری هلاکمونو بندازه، نه هم چیزی. خب حالا بریم سراغ ایزولیته، چیزی که اکتیویژن خیلی اومده روش مانور داده و کلا از این رو به اون رو کرده دیگه. کلا ایزولیته دو قضیه ریوایوا و چه میدونم جامپ و همه چیاشو تغییر داده. اینجا هم نگاه کنین تگ یارم رو گرفتم که جریانشو فکر کنم خیلی هاتون بدونه. اونایی هم که نمیدونن اینه که داخل 14 ثانیه ریوایو میشه، اگه هنوز چیزو آپدیت نکردن سیزن، تو 14 ثانیه میتونی یارتو ریوایو کنی. اینجا هم من مردم یارم اینها تا تگو میزنی 14 ثانیه زمان داره یارت بک بده یا فرار کنه، نمیره که تو ریوایوش. اینا 12 11 اینجا هم میتونی کلاس تو عوض کنی از این حرفا. و اینکه وقتی ریوایو میشی
این نیست که دیگه مثلا تو هواپیما باشی 2 ساعت بایستی چه میدونم برسی پیش یاره، دیگه همون جایی که تو مردی دقیقا همون زاویه همون مکان ریوایو میشی. و اگه اینجوری نبود، یا مثلا اگه شما تو زوم مردید و زوم جمع شده بود، شما رو یه جای سیو ریوایو میکنه و خیلی چیز خوبی از نظر من، که اینکه اگه مثلا تو افتادی تو زوم مردی همونجا یهو ریوایوت نکنه. اینجا هم یه هد تمیز برو ببینم، اصلا حواسشون من نبود نمیم چجوری نور این اسنایپ بود. فلش داره اسنایپ داشت، یه نگاهی بنداز. درگیری شدید بود، یار منم دوباره مرده بود. یه این میندازی چند تا میس میدی اومد یارش ریوایو کنه. برو ببینم تو اسموک خورده باشد. و اینکه کلا چیز به نظرم که خوب شده ایزولیتد، ولی خب مردم به خاطر ریوایوای ایزولیتد رو دوست ندارن، به خاطر اینکه مپ بزرگیه و اصلا به خاطر این نبوده که مثلا بگن آقا چون ما دیر، چرا شاید یه مسئله اون باشه، ولی بیشتر به خاطر اینکه مپ بزرگیه و درگیری ها دیر اتفاق میفته از نظر من. و اینکه آلکاتراز کلا به خاطر اینکه جمع و جورتره کوچیک‌تره، به خاطر اون مردم بیشتر دوستش دارن، سریع مثلا میتونن برن فایت بدن، هر کاری خواستن انجام بدن، یه جوری حس بهتری میده تو ایزولیتد که بخوای 2 ساعت دنبال انمی بگردی، چه میدونم با کمپرات خودتو جفت و جور بدی. خیلی اصلا به نظرم ایزولیتد مثل آلکاتراز نمیشه، ولی خب اومده اوکیش کرده، پروازا رو اوکی کرده، ریوایوها رو اوکی کرده و به نظرم خوب شده. یعنی از قدیمش که بهتر شده که مثلا تو وای 10 ساعت وای میذاری تا ریوایو شی، آخرم به زور و خوب شده از نظر من. و اینکه یه چیز دیگه هم بگم، انگار که اکتیویژن از قدرت بیوای گرفته گذاشته رو جک 12 و اچ اس رگباریه دهن سرویس، اصلا داغون کرده بیوایو. یعنی نمیدونم به خاطر چیه چیکار کرده این داشمون. و اینکه شاتگان پلیرها رو یه جورایی درک نکرده. بیشتر این سیزن واسه اس ام جی از نظر من، بیشتر این سیزن واسه اس ام جی، چون مثلا الان فنک اومده رو زمین، تو فنک وردار کل مپ رنده میشه یهو به خودت بهم میبینی 20 تا کیل زدی الکی. منظورم از قوی شده یا اینکه الکی مثلا رنده میکنی این نیست که دارم به اس ام جی پلیرها توهین میکنم، نه اصلا اینجوری نیست. بالاخره خیلی هستن با اس ام جی بیشتر دوست دارن کار کنن، با گانه رگباری، خیلی هستن دوست دارن با شاتگان بازی کنن، بالاخره انتخابه دیگه. ولی خب اکتیویژن یه جورای اس ام جی قوی بود، یعنی اس ام جی رو ربال بود و اینکه این سیزن بیش از حد قویش کرده و شاتگان رو بیش از حد ضعیف کرده، اینی که داره اکتیویژن بینشون فرق میذاره، بین شاتگان پلیر و اس ام جی پلیر بیشتر اکتیویژن داره فرق میذاره و من هیچ توهینی نکردم دوستان. آقا اینجا این گیم پلی رو بذارین یه توضیح براتون بدم. من اینجا داشتمون رو زدم، بعد وایستادم گفتم آقا داداش بیا بگو یارات بیان ریوایوت کنم، من نمیزنم با حال که تایم ریوایو 14 ثانیه شده ولی گفتم داداش ول کن نمیام بزنم، بگو یارات اگه نزدیکت هم بیان ریوایوت کنن. گفتم دیلت هم بده، دیلشو گرفتم و رفتم. اینجا نگاه کن با با چی بود، کلاس بود، چی بود، هر اف جی بود، هر چی بود گرفت رو چاپر من. بعد من رفتم پیششون گفتم داداش بیاین اینجا، من دارم میگم آقا جان نمیزنم، من مایکمو گذاشتم رو آل، داری نگاه میکنی. گفتم داداش نزن. اینجا بازم نمیخواستم بزنمش، اینا نایفو درآوردم اینجا داشتم میپریدم گفتم نزن، دیدم نید انداخت، فکر کردم نیدم خودشو کور میکنه، یعنی تو داداش خودزنی داری. بعد اون وقت میخوای منو بزنی، یه شات زدم بهش اینجا انداختمش. بعد یاراش همه ریختن سر. فقط رسم مرامو ببینین تو گیم، خداییش رسم مرامو ببینین. اینجا همینجا بودن گفتن داش نزن عزیز من یارتو نزدم، تو هم نمیزنم. دیدم یارا بعدیشون اومدن 3 نفر شدن، یه شات زدم تو پایین داشمون، دیدم دیگه نمیشه، با گان هر سه تاشون گرفتن روم. رفتم یه آرمور زدم، رفتم این ور اون ور، یه تکونی خوردم، دیدم باز افتادن دنبالم. داداش ولکن نیستن، این کلاسشون هم کاشتن و که کلا دیگه آقا ولکن ما نیستن. این یکی هم از این سولاخ در اومد، اصلا نمیشه جلوشونو بگیرید. بات بود این یکی. بیا اینو مثل یه هدشات زدم به داشمون. فقط رسم رفاقت تا آخر بمونید. نگاه کن. اومدم اینجا یه دونه گان دربارم، یه دونه زدم این میس رفت، اینو زدم بهش ریجستر شد.
بعد دوباره زدم دیدم آقا یارو دیگه گرفته روم ولکن نیست، این گانشو نمیندازه زمین. هرچی هم مایک من باز بودم، هر ثانیه داشتم میگفتم داداشم من تو رو نزدم عزیز من. اینجا بازم از دست من فرار کرد. گفتم آقا بیاید اینجا، بیا اینجا، نایفم دادیم دوباره ابک. هر چی داشتم میگفتم، اعصابم خورد شد. فنیکو در آوردم گرفتم روش. اولیشونو کلا زدم، اسمش سعید کینگ بود. دومی هم اومد بالا با فنیک، هرچی گرفتم دیدم تیرا فنیک تموم شد دیگه. منم هرچی این ور اونور کردم ورجه ووجه کردم، اومدم اینجا این داشباتمون اومدم بزنم دیگه. آخرش اومدم بزنمشون دیگه. اینجا هم من باز بهشون رحم کردم ها. نگاه کن من میتونستم با دیل اینجا اینو بزنم. یه شات زدم بهش نخورد، ریجستر نشد. اینو زدم ریجستر شد. یه شات الکی بهم زد ریجستر شد. هرچی رفتم اونجا رفتم یه آرمور بزنم دیگه زد منو. و اینم رسم رفاقت تو کال آف دیوتی موبایل و سرور ایران که دارید مشاهده میکنید. و خب حالا وقتش گان لگ 53، گانی که اومده همه میگن جای اودن رو گرفته، ولی که من نمیگم 100% که جای اودن رو نگرفته. آخه هم صداش رو مخه، هم تیراش از اودن کمتره و شاید دمیجش یه خورده بیشتر باشه، ولی خب من میگم جای اودن رو نمیگیره. اما تو میتونی به جای اودن هم استفاده کنی، اما جاشو نمیگیره. یعنی اون خوبی اودن به این نمیرسه، به این گان لگ 53. اما اینم خوبه. خب مثلا تا یه حدی است ایم اودن کوچیک‌تره، بهتره از نظر من. و این ایم یه جوریه اسم میکنه آدم مثلا داره با شاتگان یه چیزی میزنه. ایمش یه چیزایی مثل آرگوسته و کیف نمیده به عنوان یه رایفل باش بزنی. اما خب خوبه اینم، یعنی در حد یه رایفلی که بتونی مثلا باش دمیج بالا بدی خیلی خوبه. و اینجا هم نگاه کنی هیپفایرش هم خداییش قویه. اینجا گرفتم رو داشتمون رفت بالا، یه دونه موون رفتم فقط بر ریلود کنید دیگه، چون امکان میس دادن این گان خیلی زیاده. حتی اگه بیرین روی انمی امکان داره میس بدین زیاد. و اینجا هم از این آخریش بود. اینم یه شات خورد نمرد، آخری بودا ببینم. خب رفقا اینم از این ویدیو بود. امیدوارم لذت و بهره کافی رو از این ویدیو برده باشید و اینکه اون دکمه لایک هم بزنید که به دست بقیه هم برسه این ویدیو. و اینکه حیف که داخل بتل پس من هنوز تایرم به اون درجه نرسیده که گان لگ 53 رو باز کنم. اگه باز کردم حتما یه ویدیو دیگه راجع به اتچمنتش میسازم اگه دوست داشتین. و اینکه این ویدیو رو لایک کنید اگه دوست داشتین. اگه دوست دارین چنل منو و ویدیوهای منو دوست دارین چنل منو سابسکرایب کنید. زنگوله کنارش هم بزنید روی آل بذارید که ویدیوم هر وقت اومد به دستتون برسه. کلا اینم از این ویدیو بود دیگه. عشق منی تا ویدیو بعدی، فعلا.